خبر داره؟ چی؟ یک شرکتی ترکی اومده ارسک زنهای خمون معاش گرفتستیم. من آخه ایستو یک دم من یک بار یک دم من همه السلام علیکم تماشاگینان عزیز. این همین فیرمای ویلا ارسک ده فیرمای ترکی بوده، مالهای حلال داشته، معاشای خوب داشته. انا با چی گم همه محصولاتش حلال بوده، عموما بیخیمیکات محصولاتش یک بار استفاده برای عادت میکنه. به این نمیتونه شامپوناش باور کنه ممکن یک تهمه شامپونی کلاش گیری یک 2 ماه 3 ماه تمام نمیشه. اروی چی؟ اروی که با برکت به خیمیا مویا نمیریزونه، مویا وای میده جلو میده. عموما همه چیزاشون محصولاتشون خوبه که یک بار خریداری کنی فقط میخوای که همه ارسک محصولات گیری. انا با آدما گفتنی هست که کدام اگر کار کردن میخوان یا میخوان که از همه چیزای